این فیلمو برای اولین بار از شهرک لاکچری باسی در لواسان منتشر میکنیم. خب من از این قسمت پایینیش میگیرم. خبرنگار فارس اومده بوده اینجا که دوربینش رو گرفته بودن، یعنی همین الان دوربین خبرنگار رو گرفته بودن. حالا با تهدید، دعوا، ضرب و شتم سعی کردن ضرب و شتم داشته باشه. خب این اتفاق نیفتاده بوده تا جایی که میدونم. از الان کلانتری اومد، قاضی اومد، همینجا شخص حالا مهاجمو گرفتن به کلانتری انتقال دادن. دوستان دیگه هم هستن اینجا برای ادامه ماجرا که بودش.